قسمی نظامی 3501 برای زمستان گذرانی آماده است. چند مدت قبل از ذخیره‌های زمستان گذرانی قسم حربی 3501 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پروکورور ҳарбии гарнизони Суғд подполковник عدلیه بختیار شریفزاده دیدن نموده بود. او محصولات خوراکه از قبیل ارد، روغن و ذخیره‌های پولیزی، پیاز، کارتوشکا و هیزم را از نظر گذرانید. ذخیره‌های انگیش سنگ برای زمستان گذرانی در قسم نظامی 10 تن را تشکیل داده، روزهای نزدیک باز یک مقدار دیگر ذخیره کرده می شود، گفتند نمایندگان قسم نظامی. سال گذشته آخیان؟ بله بله. 10 تن است بله 10 تن. 10 تن. 10 تن شما چند طلب بود چند قدره؟ 5 تا میگیریم. 5 تا دیگه؟ 60 تن سالانه تونای؟ بله. اگه سال گذشته که هوا گرم اومد برای ما خب کم خرچی برای ما خب برای موندگی باقی موندگی. ذخیره‌های هیزم تا امروز 80 کوب را تشکیل دادند. نقشه دورنما 100 کوب مقرر کرده شده است. همه ذخیره‌های هیزم از حساب خوجگی خود قسم نظامی بوده. مساحت عمومی زمین‌های خوجگی این قسم نظامی 31 هکتار را تشکیل می‌دهد. همچنین از حساب باغ و تاگذار قسم حربی 3501 که قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 300 عدد ظرف شیشگی نوشابه‌های میوگی ذخیره کرده شده است. شمشاد شریفزاده معاون کماندر قسم حربی 3501 که قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت گفت که طبق نقشه ذخیره کنی محصولات نیاز اول ادامه دارد. محصولات خوراکواری با مانند ارد، روغن، شکر، دیگر یارماها ما از حساب اجنسی تامینات اموال مخصوص هر ماه برای هر شخصی قبول میکنیم و دیگر سبزیجاتی که هستن از حساب خوجگیمون پیاز، کارتوشکا وزیرش ما 2 ماه ذخیره کرده شده. سبزیجات تر و تازه به مثال بلغر و قلمفور، تربوز و خربوز، پمیدور و بادرنگ نیز از حساب زمین‌های کارم قسم نظامی بوده هر روز سبد استعمالی خدمتچیان حربی غنی گردانیده می شود. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.